صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که فارغ از مشکلات و سختی‌های دنیا توجه خود را تماماً به خالق خود نموده و در عالم ربانی تفکر و تعمق نمایید و از خداوند برکت و شادی رو بیابید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از کلام مقدس انجیل آیات را براتون بخونم و معنی آیات را براتون بازگو کنم تا شما نیز با دانستن حقیقت خدا امروز حیات جاودانی را دریافت کنید و در آن ساکن شوید و از گناهانتون آزاد شده در ملکوت خدا راه یابید. بنابراین از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول که برای مسیحیان شهر کولوسیه نوشته است بگشایید تا از فصل 3 آیات را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه یاران عزیزی که برامون نامه فرستادن صمیمانه تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. دوستان عزیز، بشر از همان ابتدا در وجدان خود طالب خدا بوده و هست و برای رسیدن به مقصود خودش به هر راه و طریقی که ممکن بوده است و به نظرش آمده متوسل شده است. حتی بت پرستی، به ستاره شناسی و به فالگیری نیز روی آورده به این امید که خالق خود را بشناسد و فقط تصویری از او نداشته باشه، بلکه با او مشارکت داشته و او را واقعا آنطور که است بشناسد. در فصل اول و دوم از رساله پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه ما با مکاشفه و لطف خدا به انسانها روبرو می‌شویم که چگونه خداوند یکتا برای اینکه آرزوی قلبی عاشقان خود را برآورده سازد از روی محبت خیش حاضر میشه و اراده میکند که خیشتن را در کلمه حق، در روح الله، در عیسی مسیح به بشر بشناساند. و حالا این انسان‌ها هستند که باید با نوع ایمانشان و اطاعت از کلام خدا در ارتباط معنوی با خدا باقی مانده و مشارکت خود را حفظ کنند. فصل 3 و 4 بخش 2 رساله محسوب می شود، زیرا در این دو فصل حضرت پولس دستورات عملی رو برایمان بیان می کنه که چگونه باید رفتار کنیم. در 2 فصل اول تعلیمات علم الهی و به اصطلاح عالم معنویت و سر نجات را مکشوف می کند و حالا در این 2 فصل به ما دستور میده که چگونه میتونیم در نجاتی که خدا برایمان مهیا کرده است زندگی کنیم و اراده خدا را در زندگیمون عملاً اجرا نموده خوشنودی او را فراهم ساخته و سعادت و ابدیت خود را نیز ضمانت کنیم. این فصل‌ها عملاً روش زندگی یک شخص مسیحی رو بیان می‌کنند، در حالی که فصل اول و دوم اعتقاد و ایمان مسیحیت را تشریح کرده است. در این 2 فصل است که پولس اسرار زیادی را برای ما آشکار می‌کنه و سپس تمنا می‌کنه، اصرار می‌ورزد که شما باید همانند مسیح مقدس، مسیح زنده، باید در قلب او جای بگیرید و اجازه بدید که مسیح نیز در قلبتون باشد، زیرا جدا از او نمیتوانید زندگی حقیقی داشته باشید، زیرا که جدا از او نبایستی حتی زندگی کرد، چون زندگی بدون مسیح زندگی نیست که خدا برای ما مهیا کرده و یا برگزیده است. امروزه خیلی زیاد درباره وقف شدن و یا وقف کردن به خدا مطالبی رو میشنویم. راستش معنی خیلی ساده وقف شدن در مسیحیت اینه که مسیح رو برای همیشه سلطان زندگیمون بکنیم. زیرا شما نمیتوانید ادعا کنید که یک مسیحی حقیقی هستید و بعد طوری زندگی کنید که هرچی ارادتونه انجام بدهید. خیر،
اگر مسیح سلطان قلب شماست و او منجی شماست، او نجات دهنده شماست، بنابراین شما باید در همین دنیا و از همین حالا روش زندگی او را پیگیری کنید، در جاپای او قدم بردارید، طرز فکر او داشته باشید، زیرا در مسیح است که همه چیز کاملیت دارد. در فصل 2 آیه 9 و 10 این موضوع رو روشن میکنه که در عیسی مسیح است که خدا به صورت انسان ظاهر میشه و با انسان سخن میراند. پس وقتی مسیح را داریم همه چیز را داریم. وقتی با مسیح در یگانگی و هماهنگی و اتحاد باشیم، وجود ما از حضور خدا پر می شود، خدایی که حاکم بر تمامی ریاست‌ها و قدرت‌هاست. در انجیل مقدس می‌خوانیم که چگونه خداوند تمامی قدرت‌ها را در اختیار عیسی مسیح می‌دهد و عیسی مسیح به عنوان داور عادل و پادشاه پادشاهان به این جهان برمیگردد و کسی که امروز با مسیح باشد می‌تواند در قدرت او نیز شریک و سهیم باشد. یعنی مسیح به او قدرت میده، توانایی میده تا مطابق اراده خدا زندگی کند. همچنین پولس در آیات قبل اشاره به چیزهایی کرد که شخص را از مسیح و نجات دهنده عزیز دور میکنه. نه فقط به ما نشون میده که چه چیزهایی در کمین تا ما را از خدا دور کنه، بلکه صریحا نشون میده که اگر از آن پیروی نکنیم شیطان ما را در حقیقت میبلد. ولی حالا در این آیات بعدی او دستورات عملی رو نه فقط برای ما بیان میکنه، بلکه میگه آنچه که ما را به مسیح نزدیک میسازد و یا نوع زندگی که ما را به مسیح و خدا یکتا نزدیک میکنه از این طریق است و بعد ثابت میکنه که در مسیح ما میتوانیم نه فقط رضایت خدا را به دست بیاوریم، بلکه تمام نیازهای روحانی خود را نیز برطرف ساخته و از خداوند فیض و رحمت را بیابیم. او تنها نیاز واقعی ماست و سلام. در آیات اولیه آشکار میکنه که افکار و محبت ایمانداران باید یک افکار و محبت آسمانی باشد. تمنا این که ابتدا به 4 آیه اول توجه کنید و بعد به تفسیر آیات گوش بدهید. فصل 3 از رساله حضرت پولس رسول به کلوسیه می‌فرماید: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید. پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچه را که در بالا است بطلبید، در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال وی ظاهر خواهید شد. دوستان عزیز، در این 4 آیه حضرت پولس از اسرار الهی اول سخن میرانه و درباره مردن و زنده شدن و آسمان و خدا و عالم معنویت داره صحبت میکنه. تمنا این که قبل از اینکه به معنی عمیق‌تر آیات بپردازم و اون رو تفسیر کنم، یک بار دیگه به زبان ساده به آیات توجه کنید. میفرماید: ای مسیحیان عزیز، حالا که شما همراه مسیح از نو زنده شده، دقت کنید دوستان عزیز، شرط مسیحی بودن اینی که همراه مسیح از نو زنده شده باشیم و یا تولد تازه داشته باشیم. ای مسیحیان عزیز، حالا که شما همراه مسیح از نو زنده شده اید، باید به برکات و شادی‌های آسمان چشم بیندوزید. در آسمان مسیح در کنار خدا روی تخت عزت و قدرت خدایی نشسته است. پس همیشه به آنچه که در آسمان است بیندیشید، به منجی خود بیندیشید، به خداوند خود بیندیشید و عمرتون را با قصه خوردن و حسرت درباره چیزهای این دنیا فانی تلف نکنید. بی خودی فکرتون رو درباره چیزهایی که فانی هستن از بین نبرید. به این دنیا همان اندازه دل ببندید که یک شخص مرده دل میبندد. به این دنیا همان اندازه دل ببندید که یک شخص مرده دل میبندد، چون زندگی اصلی شما در آسمان است، آن هم با مسیح مقدس در حضور خدا. وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست برگردد، شما هم با او می درخشید و در تمام جلال و شکوه او شریک می شوید. دوستان عزیز، ببینید کلام خداوند چه نوع زندگی را از ما می خواهد. می گوید به این دنیا همان اندازه دل ببندید که یک شخص مرده دل می بندد. زیرا زندگی شما در آسمان است، آن هم با مسیح مقدس در حضور خدا.
حالا به تفسیری در مورد این آیات توجه کنید. در آیه اول پولس میگه پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را که در بالا است بطلبید، یعنی جایی که مسیح است که به دست راست خدا نشسته است. دقت کنید، پولس نمیگوید اگر شما با مسیح برخیزانیده شده اید، بلکه وقتی لغت پس را به کار میبرد اشاره به موضوع و مطلبی میکند که به وقوع پیوسته و یا ثابت شده برای شنوندگانش، یعنی آنها عملاً با مسیح برخیزانیده شده بودند. مقصود از برخیزانیده شدن و یا زنده شدن همانا تولد تازه داشتن و یا تولد شدن در عالم معنویت است. و مسیحیان کسانی هستند که نسبت به گناه میمیرند و برای قدوسیت و تقوا زنده میشوند و یا زندگی میکنند. دوستان عزیز، ایمانداران شهر کولوسیه بهترین نمونه این آیه می باشد، زیرا آنان خود تجربه کرده بودند که چگونه تا قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند در شهوترانی، در بتپرستی، در شرارت و در گناه عمر خود را تلف می کردند. ولی وقتی که به مسیح ایمان آوردند، عیسی مسیح به آنان تولد تازه عطا کرد و آنها صاحب فکر نو شدند، برداشت جدیدی از امور زندگی گرفتند، به طوری که از آن به بعد نسبت به گناه، نسبت به شهوترانی، نسبت به بتپرستی روی خود را برگردانیدند، از آنها متنفر شدند و در عوض به سوی قدوسیت خدایی و تقوا که تا آن موقع هیچ از آن اطلاعی نداشتند روی می‌آورند. در نتیجه خدا نیز در زندگیشون برکات و عنایات زیادی آشکار میکنه، به طوری که آنان صاحب امید، محبت و ایمان میشوند که این سه از ثمرات وجود روح خدا در زندگیشون صحبت میکنه. پولس میگوید حالا که شما به خاطر ایمانتون صاحب تولد تازه شدید و یا به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح در ملکوت خدا قدم میزنید و نامتون در دفتر حیات ثبت شده، پس باید همیشه چشم به مسیح زنده داشته باشید. او زنده است، او در حضور خداست، او با خدا یکتاست و اگر شما از او مساعدت و طلب یاری بکنید هرگز نیازی به چیزی دیگری نخواهید داشت، زیرا او در حضور خداست و خدا همه چیز را به او عطا کرده است و او آن را به شما میدهد اگر مطابق خواست خدا بطلبید. پولس می‌فرماید یک مسیحی نباید توجه به تعلیمات دنیوی و فلسفه‌های بشری و حتی واعظین بکنه، بلکه فقط و فقط به مسیح زنده چشم بیاندازه. البته به سخنان واعظ باید گوش بده، باید در کلام خدا رشد کنه، تعلیم بگیره، ولی هیچ بشری، هیچ فلسفه‌ای، هیچ اعمالی را نباید تبدیل به بت سازه و یا آنقدر شیفته شخصی بشه که از چشمش از مسیح برداره و به روی شخص یا واعظی بگذاره. همچنین در قسمت دوم آیه آشکار می کند که مسیح مقدس پس از رستاخیز از مردگان و صعود به آسمان برخلاف بعضی از عقاید به آسمان چهارم نرفت، بلکه در حضور خداست. مقصود از دست راست اشاره به نزدیک بودن او در حضور خدا یکتا می باشد. اصطلاحی است که رسول خدا به کار میبرد تا به ما بفهماند که مسیح چقدر نزدیک به خداونده، نه اینکه خدا یکتا دست داشته باشه که یکی دست چپ باشه یا دست راست، ولی اصطلاحی است که در زبان عامه به آن میگیم یدالله که به همون منظور دست خداوند می باشد. هیچ نبی یا پیامبر دیگری در حضور خدا آنطور که مسیح مقدس هست نیست، زیرا مسیح امانوئیل و کلمه خدا بود و او تنها کسی بود که موفق شد قدرت مرگ را در هم بشکند و کفاره گناهان بشر را بپردازد و نجات دهنده انسانها بشه. دست راست خدا، دوست عزیز، علامت نزدیک بودن مسیح به خداونده. اصطلاحی است که در اینجا ما همیشه برای به کار بردن مفاهیم روحانی استفاده می‌کنیم، زیرا مسیح نیز از آن استفاده کرده و کلام مقدس خدا از این تماثیل پر است. هدف اینه که من و شما بفهمیم که چقدر منجیمان در حضور خداوند نزدیکه و چگونه میتونه برای ما امروز شفاعت کند. و اما آیه 2 پولس مقصودش اینه که به جای اینکه غرق فلسفه و اعتقادات بشری بشید، فکرهای خودت رو بیایید بر چیزهایی که جاودانه هستند متمرکز سازید. تمرکز فکر بر چیزهای روحانی. در رساله به فیلیپیان همین مطلب را طور دیگری بیان می‌فرماید. میگوید
خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه جمیل، هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. ببین دوستان عزیز، وقتی مقصود پولس میگه که به چیزهای بالا فکر کنید چیه؟ این آیات میگوید ای برادران عزیز، هرچه راست باشه، چون که همه راستی از آسمانه، هرچه جمیله، هرچه عادله، هرچه پاکه و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و مدحی که بوده باشد شما در آنها تفکر کنید. این باید چیزهایی باشه که افکار ما را روز شب به خودش مشغول بکنه و نه امور دنیوی. میدونید چرا دوستان؟ به خاطر اینکه وقتی که شما زندگیتون رو به عیسی مسیح تسلیم کرده باشید، وقتی که از عیسی مسیح پیروی کنید، او را منجی و مولای خود بدانید، دیگر به این جهان تعلق ندارید. مال این جهان نیستید. در این جهان غریبه محسوب میشید. البته در دنیا دارید زندگی میکنید، ولی به این دنیا دیگر تعلق ندارید. تا قبل از اینکه مسیحی بشید به این جهان تعلق داشتید و اسیر این دنیا بودید، ولی حالا که مسیح شما را خریده است، حالا که شما را از زنجیر اهریمن آزاد کرده، حالا که شما را از گناه و نیت گناه‌آلودتون آزاد کرده، شما دیگر به ملکوت آسمانی تعلق دارید و نه دنیا. خداوند شما را به حضور خود پذیرفته است. وقتی که در این جسم فانی هستیم، در حقیقت فرصتی به ما داده شده تا خود را برای زندگی کردن در عالم روح و راستی و ملکوت خدا آماده کنیم، زیرا ما نسبت به این دنیا دیگر مرده ایم. راستی چه زمانی این جمله که نسبت به این دنیا مرده ایم در زندگی ما عملی میشه؟ چه موقع یک شخصی احساس میکنه که به خدا تعلق داره و نه به دنیا و افکارش رو همیشه بر خدا مینهد؟ حضرت پولس در رساله‌اش به غلاطیان میگوید با مسیح مصلوب شدم و آن که زندگی میکند من نیستم، بلکه مسیحی که در من است زندگی میکند. دوستان عزیز، لحظه‌ای که شما با توبه و اعتراف و پشیمانی از گناه به درگاه خدا میایید و ایمان میآورید که عیسی مسیح نجات دهنده و مولا و منجی شماست و خداوند شماست، آن لحظه است که شما چشم از دنیا برداشته و بر خدا نهاده اید. یعنی به دنیا و هستیان میگویی من تو را فدای منجی زنده و نجات دهنده مقدس خود میکنم، نجات دهنده‌ای که گناهان مرا بخشید و به من حیات ابدی رو عطا کرده، به من امید و هستی بخشیده، گناهانم را برداشته و مرا پاک و عادل نموده است. آن موقع است که شما دل از مال دنیا، از هوا و هوس‌های دنیا، از اراده نفسانی خود و از همرنگ شدن با جماعت بر دارید و به جای اینکه در پی مقام و جاه و جلال و ثروت باشید، در پی خدا روانه می شوید. زیرا مسیح در حدود 2000 سال پیش بر روی صلیب مرد تا امروز به تو حیات ببخشد و تو را به سوی ابدیت هدایت کند. او جاه و جلال و ثروت و مقام و شهرت و حتی زندگی نفسانی را فدای ما کرد تا امروز من و شما از نتیجه مرگ او، از ثمره فداکاری او بهره مند شده و با مسیح زنده در حضور خداوند ساکن شویم. دوست عزیز، همه میدونن که عیسی مسیح پس از رستاخیز از مردگان به آسمان و به حضور خدا رفته. امروز منجی من، مولا و نجات دهنده من در حضور خداست و قول داده که دوباره برمیگردد تا ما که به او ایمان داریم ما را با خود به حضور خداوند آورده و تا ابدالآباد در بهشت برین و یا در ملکوت خدا ساکن خواهیم بود. حالا سوال مهم ما اینه که شما منتظر چه کسی هستی؟ آیا آن کسی که اعتماد دارید اکنون زنده است و در حضور خداست؟ دقت کنید، خود را فریب ندهید. دنبال احادیث و قصه و داستانهای تخیلی هم نروید. چرا؟ چون بدانید فقط همین عمر رو داریم و اگر آن را در بتالت و پوچی عقاید به سر بیاوریم و اگر به کسی تکیه کنیم که خود نیز به خاک برگشته است، برای ابدیت خود را از خدا محروم ساخته ایم. پس چه خوب است که توجه به منجی حقیقی و زنده‌ای که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت می‌کند بنماییم، او که تنها امید من و امید شما میباشد، یعنی عیسی مسیح زنده. این آیه میگوید که ما مسیحیان به وسیله غسل تعمید از آدم خاکی یا آدم فانی به
به آدم روحانی و یا آدم جاوید مبدل و منتقل شده ایم. اکنون ما دیگر با مسیح هستیم و مسیح زنده با ما. من برای او زندگی می کنم. او صاحب اختیار من است، زیرا حیات من، بخشش گناهانم همه از او می باشد. راستی دوست عزیز، آیا شما می توانید این ادعا را بکنید و منجی که به آن معتقد هستید شما را بخشیده و در حضور خداوند باشد؟ کلام خدا می گوید که جز عیسی مسیح هیچ کسی از مردگان قیام نکرد و هیچ کسی اکنون در حضور خدا نیست. مسیح مظهر خداوند است. مسیح نمونه و امانوئیل است. مسیح یگانه منجی جهان است. در آیه 4 میگوید زندگی شما از مسیح است. هر مسیحی باید این را بدونه که وجود داره، چون که مسیح مقدس به او حیات بخشیده است. زیستن ما به این خاطر که مسیح به ما حیات بخشیده، او حیات جاودان به ما داده و هر که با او باشد. دوست عزیز، امروز مسیح زنده در قلبش چشمه آب زنده، چشمه آب روان و حیات بخشی جاری میکنه که این چشمه حیات تا ابدالآباد در وجود او خواهد بود و روح و روان شخص را از چیزهای روحانی و مقدس سیراب میکنه. پس شما حالا که مسیح را پذیرفته اید باید زندگی پاک و مقدسی هم داشته باشید، زیرا مسیحیت فقط حرف نیست بلکه عمل است. و پولس به این نوع زندگی مسیحی اشاره میکنه تا به ما بگوید که زندگی که اکنون داریم نیز باید مقدس باشه و یا باید ثمره ایمان خودتون رو امروز در اعمالتون آشکار کنید، زیرا ایمان بدون عمل ایمانی است مرده و مسیح از ما ایمانی نمیخواد که در آن عمل نباشه. از آیه 5 الی 7 براتون میخونم. میگوید پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید، که شما نیز سابقا در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید. ببینید پولس رسول می‌فرماید حالا که شما تسلیم عیسی مسیح شده اید به چیزهای گناه‌آلود دنیا نزدیک نشوید. دقت کنید، نه فقط به چیزهای گناه‌آلود دنیا نزدیک نشید، بلکه میگه اگر در سر راهتون وسوسه ها هست از آنجا بگریزید، فرار کنید. جای تأسفه که اغلب اوقات ایمانداران به جای اینکه به چیزهای گناه‌آلود نزدیک نشن و از آن فرار کنن، آنقدر به خود اعتماد میکنن که میگوین من کنجکاو هستم، فقط میخوام ببینم که موضوع از چه قراره و یا جریان چیه، ولی خودم را آلوده به گناه نمیکنم. و میگن چه عیبی داره آدم ببینه. دوستان عزیز، همین طرز فکر در واقع قدم اول به سوی گناه و سقوط در شرارت محسوب میشه. کلام خدا میدوند که ما صاحب اراده ضعیف و نسبت به گناه همیشه ضعف در خودمون داریم. برای همین است که میگوید نزدیک چیزهای گناه‌آلود دنیا نشید، از آن فرار کنید. حضرت داوود نیز در زبور اول ما را نصیحت میکنه که نگذاریم کنجکاوی هایمون ما را به گناه آغشته کنه، به گناه نزدیک کنه. در عوض میگوید خوشبخت کسی است که از مشورت و شرارت گناهکاران فرار میکند، میگریزد. ما باید از هر جایی که وسوسه گناه هست فرار کنیم و اجازه ندهیم که هوس‌های ناپاک وجودمون رو فرا گیرد. دوستان عزیز، میدونم این موضوع برای ما ممکنه سخت باشه و مشکل، ولی واقعیت این است که اگر ما حاضر نشیم از گناه و شرارت و چیزی که ممکنه ما را تحریک کنه فرار کنیم، آن وقت مطمئن باشی که در آن میافتیم، سقوط میکنیم. چون که وجود ما همیشه اشتیاق داره که به نیت گناه‌آلود برگرده، ولی حالا که به مسیح ایمان آوردیم بایستی تا آنجا که میتونیم از نیت سابق و گناه‌آلود فرار کنیم و در عوض به سوی پاکی و قدوسیت قدم برداریم. از آیه 5 حضرت پولس با الهام الهی یادآور میشه که همه انسان‌ها صاحب هوس‌های ناپاک هستند. یعنی من و شما نیز دوست عزیز دارای این هوس ناپاک هستیم و این هوس‌ها را حتی اگر از خودتون بیرون کرده باشید باز در کمین هستن تا سر فرصت دوباره وارد زندگیتون بشن و دوباره شما را اسیر سازن و اینطور شده و می شود. برای همین است که کلام خدا میگه که شما با گناهان بی‌عفتی، با ناپاکی ها، با شهوت رانی ها و هوس‌های ننگین دیگر هرگز خود رو آلوده نکنید.
به چیزهای خوش ظاهر این دنیا طمع نکنید، چون طمع خودش یک نوع بت پرستی است و کسی که بت پرست است خدا را نمی پرسته و از خدا مسلماً اطاعت نمی کنه. پس شما این صفات ناپاک را از خود دور کنید. گناهان بی‌عفتی، ناپاکی، شهوترانی و هوس‌های ننگین را از خود دور کنید و هرگز خود را به آن آلوده نسازید و به چیزهای خوش ظاهر این دنیا طمع نورزید، چون طمع خود یک نوع بت پرستی است و کسی که بت پرست است خدا را نمی پرستد و از خدا نیز اطاعت نمی کنه. دوست من، شاید این آیه برای شما سخت و غیر قابل قبول باشه، ولی حقیقتی است که خداوند آن را بر ما آشکار کرده است. سوال مهم این است که حالا که شما حقیقت را می‌دونید، حالا که کلام خدا را خواندید و این دستور را به ما می‌دهد، شما در برابر این حقیقت چه عکس‌العملی رو نشان می‌دهید؟ دقت کنید چه میگه. دستور خداوند است برای ما مسیحیان که اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، خواهش‌های نفستون رو نابود کنید. زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت‌های قبیح و طمع که بت پرستی است، چون که اگر نابود نکنید به خاطر این غضب خدا بر شما وارد می شود. دوست من، این فرصتی است که خداوند به شما داده است که با توبه کردن از این صفات شریر امروز از غضب خدا برهی. خدا کند که اینطور باشد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.